به نام خدا. سلام با عرض ادب خدمت دوستان گرامی. امروز میخوایم یاد بگیریم که چطوری روی سیستم ویندوز یا همون کامپیوتر یا لپتاپی که داریم فیلترشکن بزنیم. به نظر بعضی از دوستان این غیر ممکنه، میگن که فیلترشکن فقط روی گوشی هستن، ولی خیلی این غلطه. اینجا میبینید که روی یکی از ویندوز هایم که ویندوز 11 هست یه دونه برنامه فیلترشکن دارم. این نسخه بیشتر روی مایکروسافت استور هست. روی ویندوز هایی که مایکروسافت استور دارن میتونید اینو بزنید. خب حالا مایکروسافت استور چیه؟ مایکروسافت استور یه برنامه هست که خود مایکروسافته و برنامه هایی که به مایکروسافت دادن رو به اشتراک گذاری میکنه. یعنی مثلا انگار که شما یه برنامه ساختین، خب اونو به مایکروسافت دادین و به مایکروسافت هم پول دادین که توی برنامهش اونو بذاره که شما بتونید اونو دانلود کنید. خب حالا اگر مایکروسافت ندارید، استورش رو ندارید، برنامهش رو برید توی مرورگر اج بنویسید مایکروسافت استور. وقتی که اومد بالا روش بزنید، این بالا یه دونه VPN بزنید. VPN اینجا هات اسپات هست، هزاران VPN هست که بهترینشون رو اینجا می نویسه. کنارشون فری نوشته یعنی رایگان، اونایی که فری نیستن ننوشته یعنی رایگان نیستن. مثلا ببینید این پید یعنی پولی نیست، نصبش که میکنید بعد باید پول بدید. مثلا دیدید دیگه بعضی از برنامه‌ها که نصب میکنید میگن که میتونید اشتراک بخرید. فکر کنم همتون با برنامه چت جی پی تی و شما دیگه کار کردید. مثلا انگار میگم 5 تا سوال رایگانه، بعدش باید اشتراک بخری. این هم اینجوری مثلا میگه که 5 دقیقه اول رایگانه، بعدش اشتراک بخری. حالا بهترینش این اولی از هات اسپات، شیلد، VPN، وای فای پروکسی. اینو بزنید روش، دانلود بزنید. در بخش دانلود برید اینجا، اینو بزنید، وایسید که بالا بیاد. کمی صبر کنید. یا که میتونید برید توی برنامه مایکروسافت، اینجا هم سرچ کنید. حالا من اینو گفتم چون برنامه مایکروسافت روی زیادی از برنامه های یا ورژن های ایران یا موقعیت های ایرانی کار نمیکنه. باید فیلترشکن روشن کنید. وای میستم که بالا بیاد. خب حالا من ویدیو رو استاپ کنم تا اون بالا بیاد. وقتی که اومد اینجا یه گزینه اینستال داره که برای من اوپن زده که شکلش هم اینجوریه. اینستال به معنی نصبه. من که نصب کردم باید اوپن رو بزنم. اینستال به طوری که نوشته میشه که باید ما بشناسید. اینستال اینجوری نوشته میشه. روی این گزینه که آبی هست باید کلیک میکردید روی اون بخش، بعد می آورد براتون. خب من که اوپن رو میزنم وای میستم که بالا بیاد. اسپات شیلد. خب اینجا نوشته که میخواید اینجوری باشه، میخواید ساین کنید فلان بهمان. خب من میزنم مثلا ساین اینا، ولی من نمیخوام ساین بشه. من میخوام ساده و اتوماتیک باشه. روی کانکت میزنم، صبر میکنم. بعد میرم به بخش سرچ یوتیوب. من میشتم که بالا بیاد یوتیوب. اینجا یوتیوب رو که زدم به خیلی سادگی بالا میاره. یکم صبر کنید. آها اومد. به خیلی سادگی بالا اومد. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. ممنون میشیم که ما رو دنبال کنید توی آپارات، توی کانال وکامون عضو شید که لینکشون تو پایین دیسکریپشن هست. لطفا ما رو توی تلگرام هم فالو کنید، توی یوتیوب هم سابسکرایب کنید. این ویدیو رو لایک کنید، یادتون نره. اگر هم سوالی داشتید آیدی هامون رو توی کانال هامون گذاشتیم.
ممنون. بدرود.